أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این قطع رابطه کردن با خویش تبار می باشد. الله در قرآن گفته است واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. از الله بترسید و با خویش تبار رشته پیوندی را مستحکم بکنید، قطع رابطه نکنید، در روز قیامت پرسیده می شوید. علی ابن حسین رضی الله عنهما میگویند که به پسرشان نصیحت کرده ای پسر جانم، کسی که با خویش تبارش قطع رابطه می کند با او دوستی مکن، زیرا در قرآن الله او را لعنت کرده است. خیلی که در آیت قرآن میخونیم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. در این آیت الله کسی که تقطعوا ارحامکم، رابطه خویش تباری را کنده کرده است، قطع رابطه کرده است، الله او را لعنت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگویند وارد بهشت نمی شود هر کسی که قطع رابطه خویش تباری کرده باشد، متکبری کرده باشد. اگر خویش تبارش فقیر باشد و خودش ثروتمند باشد، با خاطر خودبینی و متکبری رشته خویش تباری را کنده کرده باشد، او وارد بهشت جاودان نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگویند ان آل بنی فلان لیسوا باولیائی انما ولی الله و صالح المؤمنین ولكن لهم رحم ابلها ببالها. در این حدیث دلیل است که اگرچند که خویش تبار کافر باشد، ما از کفرش بیزاری می جوییم، اما معامله و رفت و آمد را نگه می داریم. خیلی که اسماء وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مادرم به نزد من آمد، آیا من به او پیوست شوم اگرچند که مادری من مشرک است؟ پیامبر گفتند با او خویش تباری را نگه دار. در حقیقت ما آیتی را میخونیم که الله میگوید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله میگوید آن کافرهایی که آن مشرکهایی که با شما خویش تبار هستند، اگر با شما جنگ اعلان نکنند، شما از کفرشان از شرکشان بیزاری جویید، اما خیلی که پیامبر گفتند ابلها ببالها، یعنی با آنها رفت آمد میکنم تا که آنها با این رفتار من شاید که به اسلام گروند. قطع رابطه کردن یک آتشی است که و رفت آمد کردن یک آبی است که آنها را نرم میکند. و این چنین در حدیث های صحیح آمد است که وقتی که الله مردم را آفرید، تمام مخلوقات ها را آفرید، وقتی که فارغ شد سیله رحم از جایش برخیست، به الله پناه برد. الله گفت بر در جایت بیست و الله به سیله رحم گفت که هر کسی که بر تو پیوست می شود من پیوست می شوم، هر کسی که قطع رابطه می کند من از او قطع رابطه می کنم. ببینید هر کسی که با خویش تبارش قطع رابطه کرده است، الله از او قطع رابطه کرده است. ما بین معامله و بین دوست داشتن رو نگه داریم. بعضی شخصا میگن که با کافرها اگرچند خویش تبار است با آنها رفت آمد نکن. این اشتباهی بزرگ است. بین معامله و بین موالات فرق کردن نتوانستند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکانی که خویش تبار بودند آنها به پیامبر جنگ نکردند، با آنها رفت و آمدشان بود.
اما مشرک هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خیش تبار بودند و جنگ اعلان کردند، به آنها قطع رابطه کردند. در حدیث آمده است که لیس الواصل بالمکافأ، واصل پیوست شونده شخصی نیست که به عوضی رفت آمد بکند، بلکه هر خیشی تباری که با شما قطع رابطه کرده است با او پیوست شوید، شما در نزد الله واصل هستید، پیوست کننده می باشید. اما وقتی که خیشی تبارتان آمد شما نرفته، شما با عوض آمدنش شما رفت آمد بکنید، این در نزد الله رفت آمد نمی باشد، بلکه مکافأ میگویند که به عوض رفت آمدنش رفت آمد را داشتن میگویند. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم با خیش تبارهایشان اگرچند که کافر بودند رفت و آمد معامله را می داشتند، اما از کفرشان، از شرکشان، از دشمنیشان بیزار بودند. ما اگر خیش تبارهایی که مسلمان باشد با مسلمان ها هم دوستی بکنیم، هم رفت و آمد را نگه داریم. این پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که وارد بهشت نمی شود کسی که قطع رابطه بکند، جزایش را می بیند و از شخصای اولین به بهشت داخل نمی شود. این بود یکی از گناهان کبیره، قطع رابطه کردن با خیش تبار می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.